ما ز کونین عشق بگزیدیم، جز که آن عشق هیچ نپرستیم. ما از دو جهان، کونین یعنی دو جهان، دو جهان رو توهم ذهن ایجاد میکنه. به ما گفتن یکی این جهانه، یکی هم آخرت، که ما میریم اونجا بهشت است و اگر گناهکار باشیم که میریم جهنم، اگر هم که کارهای خوب کرده باشیم میریم به بهشت. بهشت هم تعریف داره. اینا همه ذهنیه. این جهان هم که چیزهای خوبی داره، خونه بزرگ داره، غذاهای خوب داره و لذت‌های این جهان هست و باورهای خودمون داریم. اون جهان هم که یه دل بستن به اون، عبادت میکنن برای اون جهان. حالا مولانا میگه که هر چی که ذهن نشون میده و نوشته شده، گفته شده از دو جهان، من نمیخوام. پس چی میخوام؟ من اینو میخوام که به صورت الست، به صورت خداییت حرکت کنم، برم دوباره باز پیوندم. باز پیوستن مجدد ما و آگاهانه ما با زندگی عشق. عشق یعنی ما به صورت الست خداییت میریم به جهان فرم، ذهن، برمیگردیم هوشیارانه و با زندگی حس وصل میکنیم. این عشق، یا با خدا اگه اسمشو بذارین. حالا خدا کجاست؟ خدا اینطوری نیست که یکی من هستم یکی خدا. خدا خودشو گفتیم به صورت خلق نفوذ داده در وجود ما، در همه چیز ما اونه. پس خودش میاد به این جهان، خودش هم برمیگرده و ما مزاحم نمیشیم.